هدیه عشق رحمان و از تبار آل سامان. ضیاءالدین نورزاد آوازخوان تاجیک در ترانه‌ای که ماه ایول امسال به بازار برآورد، رستم امامعلی را همین گونه وصف کرده است. در جای دیگر او شهردار دوشنبه را بر رستم، یکی از قهرمان‌های شاهنامه فردوسی تشبیه می‌کند. در نوار ترانه نشان داده می‌شود که چگونه رستم امامعلی بناهای باغ‌های نو را افتتاح می‌کند و در کنار پدرش نمای شهر را تماشا دارند. ضیاءالدین نورزاد میگوید این ترانه هنگام تماشای شام دوشنبه با پسرش از بنای بلندترین پایتخت تولید شد. نخستین حرفش پس از تماشای شهر در این شامگاه زیبا این بود که واه دادا رنگ دبی بوده و واقعا خودم متوجه شدم. از اون بلندی وقتی به شهر می‌نگری یک منظره ناتکرار را می‌بینی. در تاجیکستان سال 2020 انتخابات پرزیدنتی برگزار می شود. بعد تغییرات در سرقانون کشور و پایین بردن سن نامزدها، رستم امامعلی حق شرکت در انتخابات را پیدا کرد. با گفته ضیاءالدین نورزاد، ترانه او صمیمانه بود و هیچ پاداش را هم انتظار نیست. هرچند افزود که او را برای اشتراک در کنسرت کلانی بخشیده به جشن استقلال تاجیکستان دعوت نکردند و این ترانه از صحنه بزرگ و در حضور شهردار و رئیس جمهور اجرا نشد. این آوازخوان میگوید او تنها میخواست برای آبادکاری های رستم امامعلی در 1.5 سال فعالیتش سپاسگزاری کند. من هر چی که خواندم یعنی که با نشان احترام، با نشان قدردانی و از صمیم دل خواندم. توصیف از مقامداران در تاجیکستان یک پدیده رایج است. در وصف پرزیدنت کشور شعر و ترانه های زیاد ایجاد شدند. در هر یک کارخانه دولتی و صدها آویزه های تبلیغاتی عکس های رئیس جمهور گذاشته شدند. تحلیلگران هم به فرمایشی نبودن ترانه نوی ضیاءالدین نورزاد اشاره میکنند. همکارانش میگویند او نیز مثل هر یک آوازخوان دیگر حق دارد آنچه را که میخواهد بخواند. политтехнология, что больше, я думаю, что отныне не будет работать. мардум кайҳо инро худашон дидаву эҳсос намудаанд. чунин политтехнология аз ин ба баъд ба кор намеояд, бахусус дар Тоҷикистон. ин метавонад вокуниши баръакс бидиҳад. ضیاءالدین овозхони хуб аст, аммо ин оҳангаш дигар хел қабул ва ба ҳамин хотир гуфтумонҳо зиёд шуд. Не так, поэтому стало много разговоров. با این همه ترانه شهریار ضیاءالدین نورزاد در یوتیوب بیش از 200,000 بیننده پیدا کرد و اکثریت شرح‌هایش نیز مثبتند.